سلام دوستان. فیلم تازه آقای اسکورسیزی بعد از مدت‌ها صحبت درباره آماده سازیش و مراحلی که طی شد تا رسید به اولین نمایشش تو جشنواره کن که اونجا هم تو خارج از مسابقه نمایش داده شد، چند ماه روی پرده بود و الان هم چند هفته است که در دسترس قرار گرفته و احتمالا خیلیاتون تماشاش کردید، به خاطر اصلا همه اهمیتش و بحثایی که در موردش بوده خیلی کنجکاوی برانگیز بود. همه احتمالا به سرعت فیلم رو دیدن. بیاید در موردش صحبت کنیم، در مورد این فیلم که خب تو هفته‌های آینده هم اسمش رو زیاد خواهیم شنید، به خاطر اینکه تو مراسم‌های مختلفی که در پیشه تا برسه به نامزدهای اسکار باز هم درباره صحبت خواهد شد. بین واکنش‌هایی که تا الان نسبت به این فیلم اتفاق افتاده و من حالا به بعضیاش برخوردم، البته تا قبل از تماشای فیلم نخونده بودم زیاد متنی رو، یکی از بحث ها حالا چه بین مخالفان چه بین موافقان بر سر خود آقای اسکورسیزی است. یعنی اتفاقی که افتاده اینه که عده‌ای اصلا از اینجا شروع میکنن که خب در اهمیت و اعتبار و جایگاه مارتین اسکورسیزی شکی نیست، بنابراین میریم سر بحث درباره فیلم. عده‌ای هم درست برعکس شروع میکنن به حمله کردن به اینکه اصلا اسکورسیزی فیلمساز خیلی مهمی نیست و تو کارنامه‌اش خیلی هم فیلم های قابل بحثی وجود نداره و حمله اصلا به کل موجودیتش و بعد رسیدن به این فیلم. خب من فکر میکنم اصلا ما از این دریچه وارد نشیم، به خاطر اینکه یه مقدار خنده‌دار صحبت کردن درباره اینکه بخوایم سابقه اسکورسیزی رو انکار بکنیم. این چیزی نیستش که حرف ما روش تأثیری بذاره. ما با کسی سر و کار داریم که اولا فارغ از فیلم هایی که ساخته یک سینفیل قهار، یک سینما دوست پرشور با اطلاعاتی بسیار ویژه، یعنی اطلاعاتی منحصر به فرد، اطلاعاتی که دایره المعارفی نیست، بلکه یافته های خودش از سالها فیلم دیدن و حشر و نشر با سینماست. بنابراین خدمتی که کرده در جمع آوری این اطلاعات و ارزش به شکل مختلف تا امروز تو مستندهایی که ساخته شده و جاهای مختلفی که به اینا پرداخته و همچنین اصلا تلاشش برای مرمت فیلم ها، بازیابی فیلم های کلاسیک، اینا که تکلیفش روشنه. فکر میکنم کارنامه‌ای به این مفصلی و شخصیتی با این ابعاد رو بهتره الان اصلا وارد بحث درباره این جنبه‌هاش نشیم، درباره خود فیلم صحبت بکنیم. سراغ خود فیلم هم که می‌خوایم بریم، مسئله‌ای که وجود داره اینه که خب آیا قراره که اهمیت این فیلم رو در یک جور ماهیت افشاگرانش ببینیم، یعنی فیلم رو خلاصه درباره دستمایش صحبت بکنیم، بگیم که خب ما تماشا میکنیم یک جنایت سازمان یافته پیچیده در دهه 20 رو در حق بومی های آمریکا، قبیله اوسج، و این چیزی شبیه اون نوع جنایت‌های سازمان یافته‌ای که ما در داستان‌های گنگستری دیدیم، منتها حالا در مورد این مردم، آدمایی که خب طبیعتاً کاملا بیگناهن، فقط تنها نکته اینه که چون پولدار شدن و در سرزمینشون نفت پیدا شده، هدف تعدادی گرگ قرار گرفتن به سرپرستی شخصیتی که نامش ویلیام هیله و به کینگ مشهور و رابرت دونی رو بازی میکنه. آیا نکته اینه که ما تحت تاثیر این قرار بگیریم و بگیم که فیلم به عنوان سندی برای افشای یکی از جنایت‌هایی که خب ظاهراً زمینه واقعی هم داره اونجور که فیلم بهش ارجاع میده و کتابی که اصلا منبع اصلیه، بنابراین فیلم رو ارزشمند بدونیم بابت اینکه یکی دیگه از محصولاتی است که زنجیره تجاوزها و جنایت‌هایی که بالاخره تو از ابتدای کشف قاره آمریکا تا همین اواخر رخ داده برای نابود کردن مردم بومی این سرزمین و چپاول ثروتشون مورد توجه ما قرار بگیره، که البته تو همین لایه شکی نیستش که فیلم یه جور لایه استعاری هم توی خود این قصه در واقع شکل داده. اونم به این ترتیبه که خب به هر حال یک آمریکایی مهاجر، در واقع آمریکایی‌هایی که نسل بعدی وارد شده به این سرزمینن، میان تشکیل خانواده میدن، یعنی در واقع اظهار عشق میکنن و تشکیل خانواده میدن و بچه دار میشن با بومی های اون سرزمین، با این نقشه قبلی که قرار اونا رو چپاول کنن و حتی به تدریج بکشند و یعنی مردی همسرش رو، مادر بچه‌هاش رو به تدریج مسموم کنه و از بین ببره برای بالا کشیدن ثروتش. خب البته که همچین داستانی تو شکل‌های مختلف سابقه داشته، یعنی زنان یا مردانی که به این قصد ازدواجی رو ترتیب بدن که بخوان ثروت طرف مقابل رو بالا بکشن، ولی با توجه به
ورود سفیدپوستا به این منطقه و زندگی در منطقه سرخپوستا و سازماندهی این نوع ازدواج ها، خب ما با یه لایه استعاری که یه جورایی انگار داره اصلا سرگذشت این سرزمین رو تعریف میکنه. یعنی در واقع ورود آدم هایی که حتی اگر از ابتدا قتل عام نکردن بومی ها رو، حالا در قالب مقدس ترین کار، یعنی تشکیل خانواده و اظهار عشق و بچه دار شدن، دارن خودشون رو جانشین اونا میکنن، نسل خودشون رو جانشین اونا میکنن و موضوع دیگه اصلاح نژادی و اینام نیست، بلکه اصلا قتل عام اوناست، قتل عامی سازمان یافته در چارچوب ازدواج و تشکیل خانواده. بله اینا همه جنبه‌ای است که تو فیلم میشه بهش توجه کرد. اما من پیشنهاد میکنم همون بخش اول، یعنی پرداختن به این که مارتین اسکورسیزی چه جایگاهی داره، هم این جنبه داستان که خب حالا همه جور میشه دربارش حرف زد، فارغ از این فیلم هم میشه درباره این واقعیت تاریخی حرف زد و به این لایه‌هاش توجه کرد. هر دو اینا رو بذاریم کنار، بریم سراغ خود فیلم، ببینیم خود فیلم تو این تایم 3 ساعت و نیمه‌اش داره چی کار میکنه و با این دستمایه چطور پیش میره و چی عرضه میکنه. سر و شکل کلی فیلم در افتتاحیه‌اش در 15-20 دقیقه ابتدایی خیلی گیراست، خیلی جذابه و ما رو تحت تاثیر قرار میده. از خود قبیله شروع میکنیم و مراسم دفن کردن اون چپق و اشارهایی که داره میشه و بعد هم کشف نفت و اون تصاویری که در ابتدا ما رو درگیر موقعیت میکنه و بعد روایت ادامه ماجرا با اون قاب‌های سیاه‌سفیدی که ما رو وارد داستان میکنه و بعدم ورود شخصیت اصلی به یک معنی، یعنی ارنست که دیکاپریو بازی میکنه، با اون تمهید حرکت از تصاویر سیاه و سفید به رنگی و ورود اون به داستان. تا 15-20 دقیقه اول فیلم فوق‌العاده داره پیش میره، داستانش رو خوب تعریف میکنه، موقعیت رو خوب میسازه و ما رو درگیر شرایط میکنه. از اون به بعد هم چیزی که تو فیلم داره طی میشه اینه که ما ذره ذره متوجه بشیم که این جنایت ها که ابتدا توضیحی براش نداریم، میبینیم که عده‌ای از اعضای قبیله دارن به شکل عجیب و غریبی کشته میشن، تا هی قدم به قدم جلو بریم تا بفهمیم که ماجرا به چه ترتیبه، میریم تا برسیم دیگه بعد از نقطه عطف اصلیش که اصلا خود ازدواج ارنست با مالی و بعد هم جلو رفتن موقعیت تا ببینیم که حالا نقشه داره چجوری پیش میره، تا برسه به جایی که تقریبا یه چیزی حدود 2 ساعت از فیلم میگذره، جایی که دیگه مالی تصمیم میگیره که بره واشنگتن و اونجا دادخواست بده و در واقع از دولت درخواست کمک بکنه و بلافاصله بعدش هم کینگ، یعنی همون ویلیام هیل، شخصیتی که رابرت دونی رو بازی میکنه، اون داروی بعدی رو هم که در واقع خب سم به نظر میرسه، چیزیه که قرار از بین ببره مالی رو، به ارنست بده و بگه که تو تزریقش این رو هم اضافه بکنه و مراحلی که بعدش طی میشه. تا اینجا هم ما میتونیم بگیم داستان داره جزئیاتش کنار هم میچینه، شخصیتاش رو معرفی میکنه، کشته شدن اعضای خود خانواده مالی رو یکی جلو میبره تا برسیم به اون نقطه. از اون نقطه که خب توجه هم بکنیم 120 دقیقه از فیلم سپری شده تا پایان فیلم، یعنی 90 دقیقه بعدی که در پیش داریم، داستان متوقف میمونه روی اومدن ماموران FBI و شروع تحقیقات اونا. من فکر میکنم مشکل اصلی تو ساختمان دراماتیک اثر توی این 90 دقیقه است. حالا بحث پایان بندی البته جداست، 7-8 دقیقه آخر رو اگه بذاریم کنار، توی این 90 دقیقه بعد از 2 ساعت ابتدایی مشکلاتی به نظرم توی ساختمان فیلمنامه شکل میگیره که مهمترینش اینه که ما خودمون که میدونیم ماجرا چیه، یعنی ما تمام جزئیات رو دیدیم و هیچ چیز تازه‌ای برای ما وجود نداره. ما از اینجا به بعد فقط میخوایم روند کشف رو ببینیم دیگه، یعنی ما شاهد تمام جزئیات جنایت بودیم، از پشت صحنه باخبریم، غیر از حالا 1-2 مورد، مثلا چگونگی کشته شدن اون آنا که باز میدونیم کشته شده و توسط کیو هم کشته شده، حالا فقط مختصات فیزیکی قضیه رو نمیدونیم. ما از اینا اطلاع داریم، بنابراین داریم کاراگاه ها رو دنبال میکنیم. کاراگاه هم که نیستن، همون ماموران FBI که اومدن برای روشن کردن تکلیف ماجرا. من به نظرم این 90 دقیقه راستش اصلا کلا نفس فیلم رو میگیره. من حداقل نتونستم سر در بیارم که ما چرا تمام این 90 دقیقه رو باید تماشا بکنیم. اگر که ماجرا اینه که یک اوج و فرودی در قصه قرار اتفاق بیفته و مثلا ما درگیر تعلیق و هیجان بشیم که خب اصلا نداره این تعلیق و هیجان رو و به نظر میرسه خیلی هم عامدانه نداره. یعنی بعید فیلمنامه‌نویس کهنه‌کاری مثل اریک راس در کنار خود اسکورسیزی ندونن که این 90 دقیقه
90 دقیقه مهمی هم از توجه کنید فیلمی که 120 دقیقه ما رو تا اون لحظه کشونده، 90 دقیقه بعدیش یه 90 دقیقه عادی نیست دیگه، باید ضبط در 3 و 4 بکنیدش، چون ما دیگه 2 ساعت فیلم رو تماشا کردیم. حالا این دیگه در واقع بخش پایانی است و همینجوری میریم تا برسیم به انتها. فقط اون کش و قوس دادگاه و اعتراف کردن ارنسته که حالا اونم تا یه حدی قابل پیش بینیه، تا برسیم به پایان بندی که خب اون ایده پایان بندی اون لحظات آخر، اون اجرای رادیویی و بعدم حضور آقای اسکورسیزی در پایان بندی، خب خیلی پایان بندی موثری ترتیب داده با اون نمای پایانی آخر. اما نکته این نیستش که از نظر داستانی ما چی دستمون رو میگیره. شاید بگیم که فیلم اصلا هدفش این نیست که توی که برای ما داستان تازه‌ای تعریف بکنه. ببینید مسئله‌ای که من با فیلم پیدا کردم درست همینه که خب ما استراتژی مختلفی رو تو تاریخ سینما دیدیم برای روایت قصه‌ای با این سر و شکل. فیلم یا باید ما رو قانع بکنه که اصلا هدفش صرفاً تعریف یک قصه نیست، بلکه داره در دلش مثلا کشاکش پیچیده‌ای بین چند شخصیت میسازه و ما قرار آدم‌هایی رو ببینیم که در بطن این قصه شکل میگیرن، نه جزئیات حالا اینکه دقیقاً چه میشه و بعدش اتفاقی میفته. بسیار خوب، اگر قراره که این مدل رو تو فیلم دنبال بکنیم، خب 3 شخصیت اصلی ما میشن خود کینگ با بازی رابرت دونیرو، یعنی هم ویلیام هیل ملقب به کینگ، ارنست که دیکاپریو بازی میکنه و مالی دیگه، مالی دختر اصلی که خب ازدواج کرده با ارنست. ما تو این ترکیب باید اصلا سر در بیاریم که کشاکش بین شخصیت‌ها چیه. بقیه آشکارا شخصیت فرعی تری هستن. خب اون چیزی که تو این مثلث اتفاق میفته یک قالب آشناست که من رو یه مقداری هم یاد فیلم گودفلاز انداخت، یعنی یکی از شاهکارهای اسکورسیزی. رابطه‌ای که رابرت دونیرو با دیکاپریو داره یه مقدار قابل مقایسه است با رابطه‌ای که همین بازیگر توی فیلم گودفلاز با ری لیوتا داشت. یعنی توی فیلم گودفلاز رفقای خوب، اما همچین ساختاری داریم که او سرپرسته، او کسیه که باند گنگستری رو داره میگردونه، یعنی شخصیتی که دنیرو بازی میکنه، و ری لیوتا همون بچه‌ایست که خب داره زیر دستش تربیت میشه و تبدیل میشه به حالا شاید آدمی که بعداً بتونه نقش جدی ایفا بکنه و همیشه هم خب بالاخره یه سری خرابکاری‌ها و یه سری اشتباهات هم داره، با اینکه یک رابطه محبت آمیزی دارن ولی خب خیلی از اوقات سرکوفت هم میبینه و مسائلی که هست و اتفاقاً انتهاش هم شبیه همین رابطه است. این در انتها هم باز دستگیری اون منجر به این میشه که شک کنه که آیا لو بده سردسته رو یا نه. دیدید دیگه فیلم رفقای خوب رو، احتمالاً بیشترتون دیدید دیگه، فیلم کلاسیکیه الان، خیلی قابل مقایسه است. اتفاقا دردسرایی که او با همسرش داره هم حالا باز تأثیر میذاره روی تشکیلات و همه ماجراها. خب بنابراین تکلیف این دوتا که مشخصه و تو این فیلم هم راستش به نظرم چیزی فراتر از این نمیره که ما یک هیولای ظاهر و صلاح داریم ملقب به کینگ که در واقع مردم رو استثمار کرده به شکل پنهان و در حالی که نقاب یک خیر بر صورت داره خب در واقع داره چپاول میکنه. مهره زیر دستش هم یه آدم بی دست و پای نفرت انگیز، حریص، هم حریص پول هم حریص شهوت. در ابتدا که اصلا معرفی میشه در همونجا داره میگه که من چیزی که در زندگی دوست دارم پول و زنه، هر دو هم انگار به شکل بی پایان. اصلا در همون سکانس ابتدایی ما از همین دریچه میشناسیمش و خب میبینیم که مرتب دروغ میگه، موجود ضعیفیه، هیچ تصمیمی نمیتونه بگیره و شخصیت کاملا منفوری است دیگه، شخصیتی که به سختی ما میتونیم بهش دل ببندیم. رابطه این دوتا که تکلیفش مشخصه و راستش من فکر نمی‌کنم در طول این 3 ساعت و نیم ما چیزی جز ادامه همین مسیر و صرفاً انباشته شدن اطلاعاتی برای جا افتادن همین رابطه‌ای که بین این دوتا وجود داره می‌بینیم. کش و قوس چندانی در کار نیست، یه غافلگیری عجیب و غریب هم در کار نیست. میمونه شخصیت زن ماجرا که فکر میکنم حتما شخصیت مرکزی و مهمی بوده برای اسکورسیزی. زن اصلی است و خب تاثیرگذار و درگیر کننده هم هست، قربانی داستان هم هست، به شکل مظلومانه‌ای داره کشته میشه و خب تدریجی هم داره کشته میشه و خیلی عذاب آوره دیگه. ما اصلا یه جاهایی خب اصلا بالاخره اعصاب تماشاگر رو هم تحت تاثیر قرار میده به خاطر اینکه همینجور ادامه پیدا میکنه و ما منتظریم ببینیم بالاخره آیا واکنشی اتفاق میفته که جلوی این مرگ تدریجی گرفته بشه یا نه. بله، شخصیت مالی که بازیگرش هم خیلی الان مورد توجه و احتمالاً جوایزی هم دریافت خواهد کرد، میشه شخصیتی که برجسته میشه تو این 3 ساعت و نیم، از بقیه مهمتره و خب بالاخره به عنوان یک زن قربانی هم مثلا توجه ما رو طبیعی بیشتر جلب بکنه. راستش من فکر میکنم
به اصطلاح پاشنه آشیل فیلم همینجاست. یعنی با اینکه این شخصیت خیلی اساسی است و یادتون باشه که آخرین لحظه فیلم هم کارگردان میاد که سرنوشت همین زن رو به اطلاع ما برسونه. یعنی خودش میاد پشت میکروفون و خودش کسی است که میگه که عاقبت این زن چه شد. اصلا فیلم با حضور او و این پایان بندی جمع میشه و به انتها میرسه. پس تردیدی اصلا در اهمیتش نیست. ولی من خیلی سر در نیاوردم ما جز این که این زن رو یک قربانی فقط بدونیم، که حتی درباره خود این قربانی بودنش هم یه خود وضعیت عجیبی داریم. یه لحظاتی ما احساس میکنیم که در ابتدا این زن خیلی مقتدر معرفی شد، خیلی با اعتماد به نفس معرفی شد، خیلی به نظر میرسه مسلطه و از بقیه خواهراش هم آگاهتر به شرایط خانوادگیشون. اما از یه جایی به بعد ما دیگه نمیفهمیم چرا در این جایگاه قربانی ایستاده. آیا قربانی عشق داره میشه به مردش؟ خیلی متریال کافی ما تو فیلم نداریم که با قطعیت بگیم اینطوره. یه بخشیش این هست حتما، یعنی بالاخره میخواد چارچوب خانواده‌اش رو نگه داره، اما از یه جایی به بعد دیگه سر در نمیاریم چرا او به این راحتی داره نقش یک قربانی رو بازی میکنه، حتی تا برسه به اون انتها که نیاز داشته باشه که بازم تایید بگیره در اون سکانس آخر از شوهرش که آیا واقعا میدونستی چه دارویی به من داری تزریق میکنی یا نه. این البته که از یه جهت نشانه پیوند این زن با طبیعت، با صداقت، با همه اون چیزهایی است که حالا به عنوان آداب سرخپوستی و چیزایی که همون اول هم روش تاکید شده بود. یعنی موقعی که اولین بار ارنست رو دعوت کرد خونش و قبل از غذا خوردن گفت داره طوفان میاد بشینیم و اجازه بدیم طوفان بگذاره بعد شروع کنیم به خوردن، و همچنین در لحظات دیگه مشخص میکنه که این آدم مثلا منشش چیه و چه دنیایی داره. ولی در این حال این ما رو مجاب نمیکنه که متوجه اتفاقی که داره اطرافش میفته نباشه. و حالا اصلا فارغ از این که چقدر باهوش تلقی میشه در نسبت با این شرایط سختی که میگذرونه یا تلقی نمیشه، اساسا جذابیت این شخصیت به عنوان کسی که ما تو اون 90 دقیقه به خصوص دائم اونو در نقش قربانی و کسی که هی این تزریقا داره انجام میشه و روی تخت افتاده دنبال بکنیم، اونقدرها متقاعد کننده نیست. حداقل من رو چندان درگیر نکرد. درگیر کرد در ابتدا، اما مشکلی که تو 90 دقیقه پیدا کردم این بود که به نظرم کل اون 90 دقیقه اصلا تو فیلم فقط به ما داره اطلاعات میده. یعنی اگر که کلش رو هم فشرده کنیم در یکی از همون تصاویر سیاه‌وسفیدی که گاهی تو فیلم میاد و حالا چه به شکل فیلم خبری تو سینما پخش میشه چه خود فیلم میذاره لای سکانساش، اگر فقط به ما اطلاع میداد که چه شد که عاقبت این پرونده رسید به اونجا و سرنوشت شخصیت چه شد، نمیدونم چقدر از خصوصیت فیلمی که الان ما داریم میبینیم از دست میرفت و ما مثلا دوچار یه جور نقص دراماتیک میشدیم، دوچار یک خلأ میشدیم، شاید چیزی از دست نمیرفت. بنابراین همدلی ما با شخصیت‌های مقدار کاهش پیدا میکنه، حضورمون در داستان و اون وجه ملتهبش یه مقداری سرد میشه. با اینکه پایان بندی جذابه، بیشک 10-12 دقیقه آخر خیلی تاثیرگذاره و خود اون فکر اون پایان بندی که ما میایم به دوران معاصر و اون اجرا رو میبینیم و اون نمای زیبای پایانی، اینا همه تاثیرگذاره، شکی توش نیست. ولی یه نقل معروف ما در سینما داریم دیگه، میگن خیلی از فیلم‌ها ممکنه نیمه اولش چندان درگیر کننده نباشه اما نیمه دوم نجاتش میده و با یک پایان بندی خوب تبدیل به فیلم درخشان میشه. اما برعکسش خیلی خطرناکه، یعنی فیلمی که نیمه اول درگیر کننده باشه اما تو نیمه دوم ما درست ندونیم چی دستمون رو گرفته و فیلم ما رو به کجا رسونده، معمولا فیلمی نیست که در خاطر بمونه. ممکنه بگید که فیلم مثلا هدفش این نیست که تو اونجا به ما اطلاعات تازه‌ای بده. ببینید، اولا به نظرم فیلم خیلی میره تو مرز این که میخواد بگه من یک فیلم افشاگرانم. به هر حال توجه بکنید که در شروع بارها ما رو ارجاع میده به زمینه واقعی و در طول خود داستان هم باز بر ارجاعهایی که به حوادث واقعی بوده تاکید میکنه. بافت خود فیلم دیگه، ساختار خود فیلم، اون تصاویر سیاه‌وسفید که چندین بار میبینیم، اطلاعاتی که داده میشه، پایان بندی هم که خب اصلا کاملا داره اطلاعات نهایی رو در اختیار ما قرار میده. بنابراین فیلم علاقه داره که ما رو به اون زمینه واقعی مرتب بازگردانه و به یادمون بیاره که این یه جور فیلم افشاگرانه درباره یک جنایته. خب مسئله اینه که همونجوری که گفتم اگر بخوایم اینو زیاد جدی بگیریم 3 ساعت و نیم زمان زیادی است برای اینکه ما از جزئیات این جنایت باخبر بشیم، برای اینکه ما دیگه به اندازه کافی فیلم و سریال دیدیم و تاریخ هم خوندیم، فیلم مستند هم دیدیم، از همه فجایع نفرت انگیزی که در تاریخ
این کشور و کشورهای مشابه اتفاق افتاده در چپاول منابع اون کشور و بلاهایی که سر مردم آوردن و انواع اشغالگری و تجاوز با خبریم. همش تلخ و عبرت آموزه و هر دفعه ما رو تحت تاثیر قرار میده، ولی چیز تازه‌ای نیست. میدونیم چه خبره، در واقع از همه اینا اطلاع داریم. برای تاکید بر حال یک جنایت جدید، این تایمی که فیلم الان در اختیار گرفته شاید یه خورده زیادی است و دیگه اصلا تاثیرش رو کم میکنه. اگر پیشنهاد بدید که مسئله تقابل شخصیت هاست، همونجوری که گفتم 3 شخصیت در تقابلشون ما چیز عجیب و غریبی توی این 90 دقیقه پایانی نمیبینیم که وضعیت تازه‌ای برای ما بسازه. اگر بگید هیچ کدوم اینها هم نیست، بلکه فیلم عمدن میخواد اونجا روایتش رو متوقف کنه، بلکه توش داره اتفاقات دیگه‌ای میفته، یعنی ما تو نیمه دوم اصلا باید به چیزهای دیگه‌ای توجه کنیم. من پیدا نکردم اون چیزهای دیگر رو. در واقع داریم در تاریخ سینما فیلم‌هایی که یک نیمه داستانگوی ملتهب و پر کشش ممکن داشته باشن، در نیمه دوم لایه‌های دیگه‌ای وارد روایت بشه و ما رو دعوت کنه به چیزهای دیگه‌ای نگاه بکنیم. ولی تو این فیلم من پیدا نکردم همچین چیزی و سر در نیاوردم. فیلم رو هم از 3 بار دیدم. در واقع سعی کردم که همه این جزئیات رو باز بهش دقت بکنم که چیزی از دستمون در نره درباره فیلمی که بالاخره امسال فیلم بحث برانگیزی است. پیدا نکردم چیزی توی این 90 دقیقه. فکر میکنم که همون مشکلاتی که گاهی تهیه کننده های دیگه‌ای بر زبون می آوردن که بعضی از فیلمنامه‌های اسکورسیزی تایم طولانیش آسیب میزده به بافت دراماتیک، و مثلا یه نمونهش رو ما در مورد اون فیلم گنگز آف نیویورک داریم که خب دعوای اتفاق افتاد. اون فیلم حدود 1 ساعت ازش حذف شد و اون موقع هاروی واینستاین تهیه کننده اصلی مدیر میراماکس نقش داشت تو این ماجرا و بسیار گفته شده که اون فیلم رو نابود کرد. نمیدونیم، ما که ندیدیم، اون 1 ساعت هیچ وقت به فیلم بر نگشت، ولی شاید این مشکل در تعداد دیگه ای از فیلم های 3 ساعت 4 ساعته اسکورسیزی که یک جور روایت تاریخی دارن باز هم تکرار شده و گاهی لطمه هایی به فیلم ها زده، خبر نداریم. اینجا بی تردید یکی از اون مواردی رو باید سر و کار داریم که تهیه کننده دخالتی نکرده و اجازه داده فیلم با همون تایم خودش ساخته بشه و خب اینم باعث رضایت اسکورسیزی هم بوده از کار کردن با شرکت اپل که در واقع تهیه کننده اصلی است و نتیجه شده چیزی که داریم میبینیم. من فکر نمی کنم که بشه از ساختمان این فیلمنامه دفاع کرد و در واقع این نقص رو توش ندید. اگر بخوایم درباره کارگردانی، جزئیاتی در طراحی صحنه و لباس، در تعدادی از ایده های بصری فیلم و اینا صحبت بکنیم، بله تردیدی نیست که وجود داره و بسیارش هم تاثیرگذاره، اما اینا کافی نیست برای اینکه در نهایت فرم فیلم کامل بشه و تبدیل به یک فیلم سالم و بی‌نقص بشه. در مجموع گمان میکنم با فیلمی متوسط طرفیم. لحظات تاثیرگذار داره، سکانس‌های خوب داره، در مجموع فیلم نیست که حتما به 1 بار دیدن میارزه، اما فکر نمی‌کنم که در گذر زمان بتونه توی کارنامه آقای اسکورسیزی جزو شاهکاراش تلقی بشه و یک فیلم برجسته. در نهایت فیلم نیست که از نفس میفته و تأثیر کافی رو نمیذاره. من فکر نمی‌کنم اون رو بشه در فهرست مثلا 2-3 فیلم فوق‌العاده امسال قرار داد. یکی از فیلم‌های دیدنی امساله، اما نه لزوما بهترینش و نه لزوما فیلمی که انتظار داشته باشیم که همه رای دهنده ها و داورهای مختلف در مراسم های مختلف همون رو بهترین فیلم سال بدونن، هرچند که همین الان تو فهرست تعدادی از منتقدان هست و به هر حال احتمال جایزه گرفتنش تو مراسم های در پیش هم خواهد بود.